با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همراهان عزیزمون. امروز در خدمت شما هستیم با بورد سانروف لیفان ایکس60. الان ببینید این ایراد این قطعه از اون تشریف آوردن با ایراد عمل نکردن سانروف رو حالت بسته شدن یا حالا باز شدن. کلا یه جوری که مشتری عزیز فرمودن گفتن که رو حالت بسته شدن یه صدای چندین بار صدای استارت کردن موتور به گوششون خورده و حالا بعد از اینکه دیگه سانروف عمل نکرد. علت عزیزان اگر هم حالا واضح نمیدونم مشخص هستش، توی موتورها توی قسمت گیری بوکس توی این قسمت گریس استفاده میشه و این گریس نباید از نوعی استفاده بشه که توی گرمای زیاد، چون حالا رنگ این خودرو مشکی هستش که گرما رو به حرارت به خودش جذب میکنه. این قطعه زیر سقف بالای شیشه جلو هستش، گرما بهش اصابت کرده، گریس های داخل این قسمتی که حالا به قول معروف گیری بوکس محسوب میشه آب شده و اومده داخل بورد که این بورد دقیقاً روی این قسمت سوار میشه. تمام این گریس، الان شما این برق هایی رو که میبینید زده، اینها تمام یه حالت براقی داره. این روغن هستش، این روغن داخل بورد اومده و این بورد ها نه یه حالت نودو داره، یه کار یه نودو انجام میده، حساس هستش روی بحث روغن. حالا یه دونه از مقاومت هایی که اینجا تحت تاثیر چیز قرار گرفته، روغن، ورود روغن به داخل بورد قرار گرفته، الان نشونتون میدم عزیزان. این هستش، ببینید این قسمت رو مشاهده بفرمایید. این قسمت ببینید چقدر روغن روشه. این قسمت چی شده؟ روغن خورده و این قطعه رو بهش آسیب وارد کرده. باید این قطعه عوض بشه. یه مقاومت هستش و حالا تست این که سریع نرید دنبال تعویض موتور، چون واقعا موتور هیچ مشکلی نداره. الان براتون استارتش میکنم، نوع کارکرد موتور رو نگاه کنید. ببینید موتور هیچ مشکلی نداره. حالا جایی که چه همکارا عزیزمون رفتن علت سوختن موتور دونستن و شاید خیلی از عزیزان اصلا از این که اینجا یه کنترل یونیت داره و بعضیا به اشتباه فکر میکنن این کنترل یونیت جداگونه زیر پای راننده، جایی که رله ها و فیوز ها هستش. ببینید مشاهده میکنید این رله داخل چیز هست و این فرمان دهنده این سانروف از توی خودش هستش. پس نود جداگونه غیر از یه دونه 2 تا فیوز زیر پای راننده دیگه چیز دیگه ای نداره. پس دقت بفرمایید، گریس هایی که داخل این استفاده میشه، داخل این موتورها استفاده میشه، یک گریس های کیفیت پایین هستش و توی حرارت چیکار میکنه؟ آب میشه، یه جوری حالت مایع بهش، چون گریس باید حالت بیشتر جامد داشته باشه تا مایع، حالت مایع پیدا میکنه. از کاسه نمدهای دور این قضیه، دور این گیر بوکس نفوذ میکنه و میاد داخل بورد. حالا بچه‌ها اگر دقت بفرمایید، اگر شما کسی یه جایی مثلا اومده خدمت شما هیچ قطعه‌ای از اینو ندارین و سانروفش رو حالت نیمه بازه توی شرایط آب و هوایی بدی هستش و نمیتونه اون سانروف باز بمونه واسه همیشه، حالا تو بحث بارندگی، تو گرد و خاک، طوفان، هر چیز. اگر مشتری با این ایراد که سانروفش چی شده، نیمه، حالت نیمه بسته، یا جوریه که نیاز دارین به این که حالت اضطراری برش کردین، هیچ قطعه‌ای هم ندارین، فقط میخواین حالت دستی چیکار کنین؟ اینو به حالت بسته شدن درش ببینید. دقت کنید این قضیه رو داشته باشین. این بورد وقتی میاد روی این سانروف، روی موتور، ببینید اینجا یه آلن چند دارین؟ یه آلن 6 دارین.
دقت کن یه آلنش. این گیربکس رو به گردش در میاره. این اضطراری هستش. این چه اضطراری هستش؟ شما مجموعه چراغ‌های سقف رو باز میکنین. الان صورت عملی خدمتتون عرض میکنم. شما قسمت چراغ‌ها رو دیگه نیاز به باز کردن سقف ندارین. شما همین قسمت کلید و چراغ‌ها رو بازش میکنین. جایی هستش که موتور قرار میگیره. دقت بفرمایید اینجا یه چرخ‌دنده شونه‌ای داره، یه آلت شونه‌ای داره که اون چرخ‌دنده‌ای که روی موتور هستش باهاش درگیر میشه و آواز میکنه. اون آلن مال این هستش که شما یه آلن 6 برمی‌دارین میچرخونین که سانروف بیاد رو حالت بسته شده. حالا جهت‌ها رو یه بار چکش میکنین ببینید چیه که سانروف بیاد رو حالت بسته شدن. دقت بفرمایید چرخ‌دنده فوق‌العاده ظریف و ضعیف هستش و زور زیاد نه. باید اگر حس کردین چیز ایراد از گیربکس و دست، ولی اگر ایراد از موتور یا حالا برد باشه شما به راحتی میتونین اون سانروف رو به صورت اضطراری تا اینکه حالا برسه به نمایندگی یا جایی که تعمیرات تخصصی سانروف رو انجام میدن بتونن درست کنن. اینو همیشه در نظر داشته باشین. خوشحال شدم از اینکه همراه شما بودم. بدرود تا درودی دیگر. خدا نگهدار.